یه روز تصمیم میگیریم کمی زودتر از معمول از خواب بیدار بشیم. نه از روی انگیزه های بزرگ زندگی، فقط برای اینکه فکر میکنیم شاید بتونیم کارهای عقب افتاده رو جبران کنیم. سرخوش از این تصمیم شجاعانه مشغول کار میشیم. همه چی خوب پیش میره تا اینکه تلفن زنگ میخوره. خواهرمونه. با لحنی کاملا عادی میگه امروز میخوام بیام پیشت. نگفتنم که بلد نیستیم. میگیم خب بیا. و همونجا میفهمیم برنامه‌ای که با ذوق چیده بودیم خیلی شیک تو ذهنمون به هم میریزه. قرقرهای درونیمونم شروع میشن. حوصله واسادن جلوی گاز رو ندارم. بچه همیشه گشنم الان از راه میرسه. امروز اصلا روز آشپزی نیست. و دقیقاً همینجاست که یک فکر مثل جرقه توی ذهنمون روشن میشه. سریع میریم سراغ فریزر، یه بسته رون مرغ ازش بیرون میکشیم و میندازیمش توی زودپز. احتمالاً با خودتون میگید خب این همیشه بهترین گزینه برای همچین وقتاییه. اینو که دیگه بلدیم، تازگی نداره. بله، کاملا درست میگید. ولی چرا این مرغ ساده‌ای که زود هم آماده میشه دیگه مزه قدیما رو نمیده؟ همسرم همیشه میگه این مرغ ساده‌ای که تو میپزی منو یاد مادر بزرگم میندازه. تو که اصلا مادر بزرگ منو ندیدی. چطوری دقیقاً همون طعمو در میاری؟ و همینطور که لبخند میزنم میبینم اونم مثل شما واقعا نمیدونه موضوع از چه قراره. اما سوال بزرگتر هنوز سر جاشه. قدیما چه رازی وجود داشت؟ چی میشد که وقتی مادر جون سفره رو پهن میکرد همه با اشتیاق دورش جمع میشدن؟ بیایید با هم صفحات تاریخ رو ورق بزنیم. عقبتر تا برسیم به اون روزها و ببینیم چه خبر بوده. مادر بزرگ شما چند سالشه؟ مال من هر دوشون سال هاست که از دنیا رفتن. خدا رحمتشون کنه. اما حقیقت ماجرا اینه که راز خوشمزگی مرغ اصلا موقع پخت اتفاق نمیافته. این داستان خیلی عقب‌تر شروع میشه. مرغ میومد خونه و مادرها با چاقوهای نه چندان تیز میافتادن به جونش. مادر جون من چون جمعیتمون زیاد بود معمولا یه مرغ کامل رو میپخت و قبل از پختن اونو تیکه تیکه میکرد. مرغ میپخت و بعدش یه وجب روغن طبیعی روش جمع میشد. احساس میکنم چهرهاتون کمی سرخ شده. چشماتون داره از حدقه در میاد و زیر لب میگید این چه حرفاییه؟ دکترها گفتن پوست مرغ رو بندازید دور. باور کنید من هم سالها همین حرفا رو شنیدم و عمل میکردم. اما یه اتفاق مشکوک افتاده. اونم نه یه شبه، به اندازه طول عمر ما. ما دیگه مرغ پاک نمی کنیم. پوستش رو برامون میگیرن. مرغ رو بدون پوست میپزیم. نتیجه خشک، سفت، بیمزه. بعد چی کار میکنیم؟ برای جبرانش روغن مایع، روغن نباتی. با چشم خودم دیدم که روغنهای کارخونه‌ای رو میریزن تو غذا. خب حالا میبینم که رنگ رخسارتون دوباره برگشته. حالا مطمئنم که متوجه شدید من دارم به چی اشاره میکنم. چرا از چربی طبیعی خود مرغ استفاده نکنیم؟ چربی که 1000 بار سالمتر و خوشمزه تر از اون روغن هاست. و جالبه بدونید تبلیغات منفی درباره مرغ ها چقدر حساب شده بوده. خواهش میکنم خودتون هم تحقیق کنید. چیزی به اسم هورمون رشد مرغ اونطور که شایع هست وجود نداره. و حتی اگر فرض کنیم وجود داشته باشه، اون پوست هایی که تو مرغ فروشی جمع میشه به نظرتون کجا میره؟ دقیقاً. از وقتی من به مرغ فروش محلمون میگم
پوست مرغ رو جدا نکنه رفتارش عجیب میشه. میپرسه خب مگه نمیخوای بندازی دور؟ و اینجاست که حس پوآرو درونم فعال میشه. میگم نه، پولش رو دادم، خودم تصمیم میگیرم چی کارشون کنم. اگه خیلی کنجکاو بشه شروع میکنه از زیر زبونمون حرف در بیاره و بعدش کلی آسمون و ریسمون به هم میبافه. یه بار که ولکن نبود گفتم میخوام پوستشو بدم گربه ها بخورن، گربه های تو خیابون، و بالاخره ساکت شد. مرغ رو فقط تکه کرد، اونم با پوست. حالا دقت کنید، من پوست مرغ رو بعد از پخت جدا میکنم. اگر دوست داشتید میتونید جونهای مرغ رو با همون روغن جمع شده یکم تفت بدید. اگر نه همینجوری هم مرغتون خوشمزه است. اگه آب مرغ اضافه اومد نگهش دارید، باهاش یه سوپ فوق‌العاده میشه درست کرد که تو ویدیوی بعدی نشونتون میدم. بالاخره فصل سوپ خوردنه. امیدوارم حرفا و تجربه هام مثل تکه های یه پازل توی ذهنتون کنار هم قرار بگیره و تصویر نهایی رو که دیدید از خودتون بپرسید پس به خاطر همین چیزهای بظاهر ساده قدیمی ها سالم تر بودن؟ اون موقع ها تبلیغات خیلی زیاد نبود، مردم سوسیس و کالباس نمیخوردن، کارخونه ای هم نبود که پوست مرغ ها رو بخره. اون موقع ها انگار نمیشد به راحتی کسی رو فریب داد. چرا؟ واقعا چرا؟ به نظر من ما هم اگه به فکر خودمونیم بهتره فکر کنیم، نه اینکه هر چیزی رو راحت بپذیریم. عاقل ها می اندیشن، نادان ها فریب می خورن. تا یه روز دیگه، بدرود.